در کاخ لایق شهر پنجکند با اشتراک معاون یکم رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نظرزاده رضا و معاون یکم رئیس شهر پنجکند محمد صادر سفرزاده ملاقات سودمند با جوانان شهر پنجکند دایر گردید. ملاقات را معاون یکم رئیس شهر پنجکند محمد صادر سفرزاده حسنی آغاز بخشید. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در پیام نیم ساله خود به مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تاکید نمودند که مردم شریف تاجیکستان مخصوصا جوانان بلند به ناموس کشور این را نباید فراموش کنند و باید همیشه هوشیار و زیرک باشند. جوانان ما را ضرور است که جواباً به این غمخواری ها تمام سعی و تلاش خویش را و دانش اندوزی، انتخاب کسب و هنرهای معاصر، آبادی و پیشرفت سرزمین اجدادی، حمایت وطن، رشد علم و تکنیک و بنیادکاری روانه سازند. رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند نیز در فعالیت خویش و حیات جوانان و آموزش دانش سهم گذاشتن در کارهای آبادانی این طبقه آینده‌ساز جامعه دقتی کلان می‌گیرد. تعمیر و ازنه‌سازی و به استفاده دادن میدانچه‌های ورزشی زمانوی در جماعت‌های دیهات و دیگر تدبیرها و غمخوری‌های روزافزون رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و شهر شهادت می‌دهد. در سمت تطبیق چاره‌بینی‌های سال‌های 2019-2021 سال‌های رشد دیهات، سیاحی و هنرهای مردمی باید جوانان سهم ارزنده خویش را گذارند. جواباً به غمخوری‌های پیشوای ملت و حکومت جمهوری تاجیکستان شما جوانان با ننگ و ناموس شهر پنجکند باید پیوسته کوشش نمایید که رسالت بزرگ سازندگی و آفرندگی خود را باز هم عمیق‌تر درک نموده در اعمار دولت دموکراتی، حقوق بنیاد دنیوی و یگانه سهم شایسته گذارید. بعدا در نزد حاضرین معاون یکم رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نظرزاده رضا شادی سخن گفت. ضمن برآمد خود معاون یکم رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان عاید به اهمیت استقلالیت، رسیدن به قدر این نعمت بی‌بها، حفظ مقدسات ملی، احترام ارزش‌های ملی و فرهنگی، از دست ندادن هوشیاری و زیرکی سیاسی، استفاده احتیاطکارانه تلفن‌های موبیلی، پیشگیری شامل شوی جوانان به گروه‌های اکستریمیستی و تروریستی توسط شبکه‌های اجتماعی، دوست داشتن وطن، حفظ امنیت و ثبات جامعه، بلند برداشتن سطح دانش، آموزش فن‌های دقیق، آموختن کسب و هنر، انتخاب درست کسب، آماده نمودن جوان دختران به حیات مستقلانه عائلوی، پیشگیری جنایتکاری در بین نابالغان، بنیاد جامعه سالم، آموزش علم‌های معاصر، اختیاراً خدمت حربی نمودن، آماده بودن به حفظ سرزمین وطن مادر، شکرگزار بودن از دولت آباد و آسوده، رسیدن به قدر حیات و زندگی، احترام پدر و مادر، در روحیه وطن دوستی تربیت یافتن جوانان، شکرگزاری از دستگیری‌های دولت و حکومت نسبت جوانان و همچون پیروان اصیل پیشوای ملت صادقانه به خلق و وطن خود خدمت کردن جوانان سخن گفت. سپس از جانب کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به چندی از فعالان برای سهم نظررس و پیشبرد سیاست دولتی کار با جوانان بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با سپاسنامه قدردانی گردیدند. ملاقات با صدا دادن سرودی ملی حسنی انجام بخشید. گزارش صبرینه اکرم و وشا حسین صالحov.